بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما نشون دادیم که واقعا افغانستان خیلی متعهد شد و خیلی از تیم‌های آسیایی ترس دارن در مقابل افغانستان و شما یه بازی بسیار زیبایی رو دیدین. تماشاگرایی که توی سالن بودن بازی بسیار زیبایی رو دیدن، حتی تیم ما رو تشویق کردن به خاطر اینکه جذابیت و زیبایی فن و هنر بازیکن‌های افغانستان رو اینجا تماشا کردن. به نظر من یه برد قاطع رو مقابل تیم میانمار به دست آوردیم. اینه که 8 تا گل بزنی و هیچ گلی دریافت نکنی نشان از یه استراحت خوب، یه آمادگی خیلی خوب توسط بازیکنامون و کادر فنی و یه نتیجه بسیار خوب. من مطمئنم تیم میانمارم به احتمال خیلی زیاد از گروه ما صعود میکنه، ولی اون چیزی که مشهود بود این که ما سعی کردیم بهترین بازی که افغانستان همیشه ارائه میده اون رو در زمین ارائه میده. عرضم موضوع که خب نتایج مشخصه. ما که قطعا رفتیم کوالیفای شدیم. خب زمانی که عربستان بودیم الان به بچه‌ها میگم که اون چون صعود تاریخی بود خیلی برای ما هیجان داشت و جذابیت، ولی واقعا الان انگار یه اتفاق عادی افتاده و واقعا تبریک میگم به بچه‌هام، به فوتسال افغانستان که اینقدر با آرامش و اینقدر به راحتی میتونن از گروه خودشون صعود کنن و از طرف دیگه تیم‌ها چقدر حساب میبرن از افغانستان. واقعا من فکر میکنم در طی 40 دقیقه 2 تا موقعیت خوب داشت تیم میانمار که همون 2 تا هم گلرای خیلی خوب ما گرفتن. بازم به همه مردم افغانستان تیم خوب و تبریک میگم. میدونم خیلیاشون با داشتن این تیم احساس غرور میکنن. خب ما همونجوری که میدونین 30 نفر بازیکن داریم، بازیکنایی که هم از لیگ انتخاب شدن، هم کسایی بودن تو از جام جهانی، هم کسایی که به هر حال خیلی جاها تونستن به ما کمک کنن. انشالله بعد از یه استراحت خوب و مناسب دوباره اردو خودمون رو شروع کنیم. هرچند یه اردو هم که داشتیم خیلیش مرتبط به بازی‌های کشورهای اسلامی بود. تدارک خیلی خوبی دیدیم برای این مسابقات و امیدواریم که انشالله بتونیم با یه نتایج قابل قبول و خوب مسابقات کشورهای اسلامی رو پشت سر بذاریم و میدونم که یه آمادگی بسیار خوب برای تیم ملی افغانستان خواهد بود برای جام ملت‌های آسیا در مرحله نهایی. خب به هر حال تیم‌های خیلی خوبه. ما تو 5 و 6 رنکینگ جهانی رو داریم توی مسابقات کشورهای اسلامی، ولی واقعیتشو بگم دیگه از تیم نمیترسیم. یعنی ما دقیقاً مسابقه با تیم ملی ایران، تیم ملی مراکش، تیم برزیل، تیم آرژانتین، تیم پرتغال رو برای این در حقیقت پشت سر گذاشتیم که اون سقفی که احتمالاً وجود داره برای